سلام خدمت دوستان. امروز میخوایم یه چیز عجیب با هم یاد بگیریم. فوش دادن در زبان فرانسه، ولی این دفعه فرانسوی کبکی. اولین فوشی که اینجا خیلی زیاد استفاده میشه و بهتون توصیه میکنم اصلا استفاده نکنین، فوش تبغنک هستش. در اصل معنی تحت لفظیش برای یه جایی که قربانی میکنن یا نفس خودشون رو قربانی میکنن استفاده میشه، برای کلیساست، ولی معنی بسیار زشتی میده، مخصوصا اگه با لحن خیلی بدی گفته بشه. یعنی دیگه بدترین فوش دیگه. خودتون میتونید تصور کنید که معنیش چی میشه. بعد میتونن بگن که تبغنک دو کاخ ای مخشبه، ماشین لعنتی کار نمیکنه. حالا من اینجا از معنی لعنتی استفاده میکنم ولی 100% لعنتی نیست. دومین فوششون از کالیس، اینم خیلی معنی بدی میده و در اصل معنی جام مقدس میده توی کلیسا. خیلی جالبه بدونین که اکثر فوشاشون از کلیسا گرفته شده و میتونن بگن که کالیس ژ اشاپه مون کافه، قهوه لعنتی ریخ رو، یا لعنتی قهوه ریخت رو. سومین فوششون از کریس، خیلی جالبه بدونین که کریس معنی مسیح رو میده ولی اینجا تحت عنوان فوش استفاده میکنن. مثلا میتونن بگن کریس موا، ولم کن لعنتی. حالا من باز دارم میگم از معنی لعنتی استفاده میکنم ولی 100% معنی لعنتی نمیده. و چهارمین فوش که اینا خیلی زیاد استفاده میکنن اسطیه. اسطی به معنی نون مقدس ربانیه که توی مراسم عشای ربانی به حالا اونایی که میان عبادت میکنن میده، ولی اینجا بعد معنی بدی میده. مثلا میگن اسطی کجو سوی تنه، لعنتی دیگه خسته شدن، یعنی از این کاری که دارن انجام میدن. این فوشا رو یاد بگیرین و استفاده نکنین. تبغنک، کالیس، کریس و اسطی، 4 تا فوش. استفاده نکنین ولی اگه استفاده کردن بدونین برای چی دارن میگن.